اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا توفیق داد در 3 جلسه قبل وثاقت محمد بن سنان رو مورد بررسی قرار دادیم و اگر یاد دوستان باشد جلسه قبل روایاتی رو که مرحوم کشی نقل کرده بود قسمتی از اونها که مهم بود براتون بیان کردیم. انصافاً بعضی از روایات قوی بود که در حق محمد بن سنان وارد شده بود، اما در هر حال حرف آخر علما چیست که انشاءالله در آخر این بحث به اون اشاره خواهم کرد و از اون نتیجه بگیریم انشاءالله. بعضیا ادعا کردند که شهرت قائم است بر تضعیف محمد بن سنان. آیا شهرت قائم شده است بر تضعیف محمد بن سنان؟ مثل مشهور است که قبر حضرت رقیه سلام الله علیها در شام است و همه مسلمان ها اتفاق میکنن. خب این شهرت حجته، نیاز به دلیل هم نداره. شارع مقدس همین شهرت رو دلیل و برهان قرار داده و اماره قرار داده برای اثبات قبر مطهر حضرت رقیه. یا حدود منا و عرفات. حدود منا، عرفات، مزدلفه اینا معلوم نیست. اینایی که اونجا هستن تو اون منطقه معروف بینشون که بدایت المنا اینجاست، نهایت المنا اینجاست، بدایت العرفات اینجاست، نهایت العرفات اینجاست. ما به شهرت عمل میکنیم. آنچه که مشهور است بین آنها ما بر طبق داریم آیینمون رو به جا میاریم. در مورد محمد بن سنان اگر ادعا شود که شهرت قائم است برای تضعیف محمد بن سنان، این ادعای شهرت قابل خدشه است. چرا؟ به دلیل اینکه ما بررسی کردیم، آراء بزرگان از علم رجال رو بررسی کردیم. بله، آقایون بزرگواری در علم رجال وجود دارند که محمد بن سنان رو تضعیف کردند. مقابلش افراد دیگری هستند که توثیقش کردند. پس اینجا اگر کسی شهرت رو ادعا کرد، این شهرت فایده‌ای نداره. ما تحقیقی که کردیم، ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول و احمد بن حلیل الکرخی یا حلیل الکرخی که ظاهرا همون احمد بن هلال باشه و محقق کرکی مجلسی اول، شیخ حر عاملی مجلسی ثانی رو دیدیم که این بزرگواران محمد بن سنان رو توثیق کردن. از اون طرف افراد دیگه‌ای هستن مثل نجاشی، مثل شیخ مفید، مثل ابن غضائری یا کسان دیگر. اگر قبول کنیم این کتاب منسوب به ابن غضائری پسر یا پدر باشه، اونام بله قائل شدن محمد بن سنان ضعیف. ما اگر جلسه قبل یادتون باشه شمه از تضعیفات رو ذکر کردیم و جواب دادیم، چون مناسبت اقتضا می‌کند یه اشاره به اونها بشود تا به مطلب اصلی اشاره کنم. یکیش اتهام غلو بود. اگه یادتون باشه از صفوان بن یحیی نقل شده بود که محمد بن سنان کان من الطیاره فقصصناه. محمد بن سنان از غلات بود و ما در مقابل او ایستادیم. یک مورد دیگهش وجاده‌ای بودن روایات بود، یعنی محمد بن سنان نه از شیخ شنیده نه از کسی او رو گرفته، بلکه هر جا دیده روایتی هست او رو جمع کرده. و اعتراف خود محمد بن سنان به این که معضلات رو نقل میکنه، یعنی چیزهایی که باورش مشکله. و همچنین فضل بن شازان محمد بن سنان رو به عنوان کذاب معرفی کرده بود. فضل بن شازان همونطور که میدانید 2 تا کلام داره. یک کلام داره به این که محمد بن سنان من الکذابینه، دروغگویانه. یه جای دیگه هم داره میگه که محمد بن سنان روایتهاش رو من نقل کردم
و راضی نیستم تا زنده هستم روایات او رو نقل بکنید، اما بعد از مرگ من نقل بکنید. خب این چه حرفیه از فضل ابن شازان که میگوید روایات محمد ابن سنان رو تا زنده هستم نقل نکنید، اما اگر مردم نقل بکنید؟ چه استفاده از آن می شود؟ اگر محمد ابن سنان روایاتش باطل است، جناب فضل ابن شازان تو زنده باشی یا مرده باشی روایات نباید نقل بشه. اگه یادتون باشه گفتم به خاطر فشاری که به فضل ابن شازان بود در خصوص محمد ابن سنان و اون فشاری که محمد ابن سنان بود از طرف مردم به خاطر اتهامش به غلو، فضل ابن شازان مجبور بود اینجوری معامله بکنه با محمد ابن سنان و اون لفظ کذابین رو یا لفظ این که راضی نیستم روایاتش رو نقل کنید استفاده کنه. و الا داعی نداشت بعد از اون بیاد بگه وقتی مردم روایاتش رو نقل بکنید. میخواد بگه من روایاتش رو قبول دارم، اما در حیات خودم جرأت نمی کنم با جوی که الان موجود است بگویم روایت محمد ابن سنان رو تبعیت کنید. بعضی از آقایون به این روایت استناد کردن برای تضعیف محمد ابن سنان که ذکر شد من الکذابین المشهورین ابن سنان ولیس عبدالله. این کلام فضل ابن شازان بود که ما با روایت دوم که فضل ابن شازان با این قول دومش قول اولش رو اصلاح کردیم که گفت محمد ابن سنان از کذابینه. چی گفته جناب فضل ابن شازان؟ لا احل لكم ان تروا احادیث محمد ابن سنان. جایز نمیدونم که روایت کنید احادیث محمد ابن سنان رو انی مادم تو حیا، از من راضی نیستم نقل کنید تا من زندم. ما با این قیدش کار داریم. و اذن فی الروایه بعد موتهی، یعنی فضل ابن شازان اجازه داد بعد از اینکه از دنیا رفت روایتهاش رو از محمد ابن سنان نقل بکنن. این دلالت میکنه این روایت که فضل ابن شازان محمد ابن سنان رو قبول داشته، خوف از چیز دیگه داشته، لذا این روایات رو که آقایون استناد کردن برای تضعیف محمد ابن سنان به هیچ دردی نمیخوره. اما روایت بعدی، روایتی که میگد کنا عند صفوان ابن یحیی فذكر محمد ابن سنان فقال ان محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصنا. احمد ابن محمد ابن عیسی خودش نقل میکنه، میگوید در نزد صفوان بودیم و گفت محمد ابن سنان میخواست غلو کند، جلو او ایستادیم. خب بگید ببینم اگر محمد ابن سنان مخالفت با صفوان میکرد باید این روایت ذکر میکرد. صفوان میخواد مدح ابن سنان بکند که این داشت زیاده روی میکرد، ما جلوش ایستادیم تسلیم شد. یا این روایت دوم كنت مع صفوان ابن یحیی فی الکوفه فی منزل اذ دخل علینا محمد ابن سنان، که اینا رو همه رو برای تضعیف محمد ابن سنان میخوان به کار ببرن. فقال صفوان هذا ابن سنان لقد هم ان یطیر، دوست داشت که غلو کند بپرد، کنایه از غلوه. غیر مره، چندین بار هی غلو کرد. فقصصنا حتی ثبت معنا، جلوش ایستادیم تا اینکه با ما همراه شد. خب این دلالت بر ذم صفوان نمیکنه. اگه کسی اشتباه کند از اشتباهش بس برداره و هم عقیده با سلیم العقیده بشود، آیا باید مدح کرد یا ذم کرد؟ یقینا این روایت برای مدح محمد ابن سنان است، نه ذمش، که محمد ابن سنان با اینکه خطا داشت اما وقتی ما نصیحتش کردیم قبول کرد نصیحت رو. یعنی الان جزو کسانی است که طریقی که ما انتخاب کردیم میپیماید. و همچنین بعضی آمدن روایتی رو نقل کردن ان ابا جعفر علیه السلام کان لعن صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان. خب این ذم میشه دیگه، لعنشون میکرد امام. فانهما خالفا امری، امامم فرموده چرا لعنشون میکردم، مخالفت امر مرا میکرد.
قال فلما كان من قابل قال ابو جعفر علیه السلام لمحمد بن سهل البحرانی تولى صفوان بن یحیی و محمد بن سنان فقد رضیت عنهم. یعنی هوای محمد بن سنان و صفوان بن یحیی رو داشته باش، من از اونها راضی شدم. خب این روایت دلالت میکند امام از محمد بن سنان راضی شده. اگر من الان بخوام در مورد محمد بن سنان صحبت کنم باید کلام قبل امام رو ببینم یا کلامی که امام در آخر میفرمایند اون رو بیان کنم. یقینا باید کلامی که امام بعداً میفرمایند اون رو قبول کنم، بر طبق اون عمل کنم. امام میفرماد راضی شدم از محمد بن سنان، راضی شدم از صفوان بن یحیی. و همچنین کلامی که محمد بن سنان در مورد منقولات خودش گفته دلیل گرفتن بر این که محمد بن سنان ضعیفه. اگر این روایت رو مشاهده کنید اتفاقا برعکسه. دو تا چیز ازش به دست بیارید: یک، تواضع محمد بن سنان رو، دو، با توجه به غلوی که محمد بن سنان در محبت اهل بیت داشت روایاتی رو به کار می برد که عوام این روایات رو نمی فهمیدن، یعنی حذف نمی کردن و ربما اگر برای مردم اون روایات رو مطرح می کرد برعکس نتیجه می داد. لذا محمد بن سنان به مردمی که برای روایت به اون مراجعه می کردن می گفت که من اراد المعضلات فالی و من اراد الحلال و الحرام فعلیه به شیخ، که مراد صفوان ابن یحیی است، یعنی صفوان ابن یحیی. خب این دلالت میکنه بر این که این شخص بزرگواری بوده، متواضع بوده. روایاتی که در حق اهل بیت نقل میکرده به خاطر حبی که داشته، تاریخ اینو میگه محبت فراوان به اهل بیت داشته، لذا غلو میکرده. و امام روحی له الفدا میفرماد عن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان حدیث آل محمد صعب مستصعب. امام فرموده که حدیث ما حزمش سخته، مشکله. لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان، تا آخر حدیث که خود ائمه میگن که بعضی احادیث رو مردم نمیتونن حذف کنن، نمیتونن بفهمن. ممکنه با شنیدن حدیث نتیجه عکس میده. لذا ما همیشه به خطبا وعاظ میگیم این حرفا رو بالا منبر نزنید، این کلماتی که سخت مردم پذیرا باشن نزنید، نتیجه عکس میده برای جوونا. این همه روایات هست برای اهل بیت روحی لهم الفدا، روایات ناب و فهمش بسیار ساده و آسان برای نسل جوان. این روایات رو به کار ببرید که محبتشون نسبت به اهل بیت زیاد بشود. بعضی از روایات تعویل میخواد، توجیه میخواد، توضیح میخواد. با دیدن ظاهرش جوان قانع نمیشه، ربما با اشیاء روزمره‌ای که الان رخ میده سازگاری نداشته باشه، لذا خبیرش باید توضیح بده. یا آقا یه حدیثی رو مینویسه میره بالای منبر، خودش هم نمیفهمه حدیث چی داره میگه، اما فکر میکنه یه چیز عظیمی رو داره بیان میکنه، بعد نتیجه برعکس میده. در مورد محمد بن سنان آقایون هر جا میرسن میگن آقا روایاتش وجاده‌ایه، یعنی این که روایات رو رفته از این طرف و اون طرف جمع کرده. روایات رو چگونه در یه جایی باید جمع کرد؟ یا شیخ نقل میکنه، یا از کتابش نقل میکنی، یا روایات رو با قرائن از کتب جمع آوری میکنی. جناب محمد بن سنان این روایات رو جمع کرده و قرینه داشته، چه اشکال داره؟ بعد یه موقف دیگه هر جا نگاه میکنیم میگه جناب محمد بن سنان نوشتن غالیز پس ضعیف است. سوال میکنیم غالی یعنی چه؟ شما نمیتوانید بگویید محدثین قومی محمد بن سنان رو به خاطر غلوش طرد کردن، در حالی که میشنوید داستان قضیه اخراج احمد بن محمد بن خالد برقی رو که احمد بن محمد بن عیسی دستور داد به خاطر که روایت ضعیف نقل میکرد انداختنش بیرون.
یا قضیه سهل ابن زیاد که باز همین قومی ها انداختنش بیرون به خاطر اینکه غالی بود. این غلوی که شما میگویید، این غلو معناش چیه؟ خب غلو در هر زمانی فرق میکنه، در هر زمانی یه معنایی داره. مثلا خود نجاشی میگه غالیه، پس چون غالیه ضعیفه. بعضی از آقایون این تضعیفات نجاشی رو به این صورت قبول ندارن، مثل مرحوم والدمون که غلو در هر زمانی فرق میکنه. یه زمانی اقتضا میکند انسان در ولا شدید باشه تا مسائل تضعیف نشه، ولای اهل بیت در جامعه تضعیف نشه. یه موقع نه، یه جایی هستی که اصلا مردم حاضر نیستن دست از اهل بیت بردارن، آنقدر محکمن. خب اونجا یه ذره مسئله غلو مطرح میشه. در هر حال متهم کردن محمد ابن سنان به غلو این باید روشن بشه. روایات غلو داره، بله ما قبول کردیم، اما روایات غلو رو میذاریم کنار، ولی روایاتی داره محمد ابن سنان که اصلا شمه غلو نداره و در فقه به اون استناد میشه، چون محمد ابن سنان خودش توثیق میشه با این قرائنی که ذکر خواهیم کرد. بله اگه بخوایم بدون اینکه روایات رو در کنار هم بذاریم و در مورد اونها تتبع کنیم، فقط ظاهر روایت رو ببینیم، حکم به ضعیف بودن محمد ابن سنان بکنیم، اون یه مسئله دیگه است، ولی ظاهرش اینه که باید بحث کرد. مرحوم سید خویی در خصوص محمد ابن سنان کلمه ای دارن که اصلا غرض درس امروز اینه که ایشان خدا رحمت کند و نور بباراند به قبرشون، فرمودن و المتحصل من الروایات، اون چیزی که حاصل شده از روایاتی که در حق محمد ابن سنان وارد شده، ان محمد ابن سنان کان من الموالین، محمد ابن سنان محب اهل بیت بود و من یدین الله به موالات اهل بیت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، خدا رو تقرب بهش میجوره به واسطه اهل بیت، روح الهم الفدا، فهو ممدوحون. با این اوصافی که براتون نقل کردم محمد ابن سنان سزاوار مدح، یعنی ممدوح شده. فان ثبت فیه شیء من المخالفه، اگرم با امام مخالفت کرده، فقد زال ذلک، از بین رفته، چون امام بعد فرمود چی؟ فقد رضیت عنهما. خب وقد رضا عنه المعصوم علیه السلام ولأجل ذلک، به خاطر همین عده الشیخ ممن کان ممدوحا، و به خاطر همین جناب شیخ از ممدوحین او رو شمرده. خب بعد چی میفرماد بعد از این؟ میفرماد لولا ان ابن عقده و النجاشی و الشیخ و الشیخ المفید و ابن القضائری ضعفوه و ان فضل ابن شازان عده من الكذابین لتعین العمل برواياته. اگر این آقایون تضعیفش نمی کردن و ابن شازان نمی گفت من الکذابینه، به روایتش عمل می شد. خب یعنی چی؟ یعنی به روایتش عمل نمیشه و ضعیفه. ما در خصوص کلام مرحوم سید خویی رحمت الله علیه چند تا جمله رو میگم، بعد از وجود شما استفاده خواهیم کرد. اولا پیش سید خویی نور الله قبره ثابته که محمد ابن سنان از محبین اهل بیت روحی لهم الفداست. یه امتیاز برای محمد ابن سنان داشته باشید. دو، اگر هم مشکلی داشته برطرف شده، یعنی اگر هم انحرافی داشته، سید خویی رحمت الله علیه قائل شده به این که مشکل از بین رفته، یعنی دست برداشته از غلوش. سوم، سید خویی در نهایت میفرماد با توجه به تضعیف ابن عقده و نجاشی و شیخ مفید و ابن قضائری و همچنین تضعیف فضل ابن شازان که گفت من الکذابینه، من نمیتوانم به این روایت عمل کنم. جواب: اولا جناب آقای خویی رحمت الله علیه، شما که ابن قضائری رو قبول نداشتید کتابش رو، شما کتابش رو میگفتید که اصلا مال ابن قضائری نیست، چطور در استدلالتون اسم ابن قضائری رو آوردید؟ پس از مؤیدین یکی ابن قضائری کم شد. دو، جناب آقای سید خویی رحمت الله علیه فضل ابن شازان چی گفته تو آخر عمر؟ چی گفت؟
گفت من الکذابین و همچنین گفت به روایاتش تا من زنده هستم عمل نکنید. اما در آخر عمرش چی گفت؟ بعد از من روایات محمد ابن سنان رو نقل کنید. بفرمایید از کلام فضل ابن شاذان چه میفهمید؟ یعنی من روایتش قبول دارم اما امر دیگه‌ای مانع شده که در حیاتم نتونم روایات محمد ابن سنان رو نقل کنم. آقا جوی که زمان فضل ابن شاذان بوده جو بسیار ملتهبی بوده، لذا محمد ابن سنان تو اون جو قرار داشته و اگر ما کذابین رو بغل این کلام فضل ابن شاذان قرار بدهیم میفهمیم که فضل ابن شاذان هراسی داشته از جامعه‌ای که بر علیه محمد ابن سنان موضع گرفته بوده. ولا داعی نداره بگه نقل نکنید و اگه مردم نقل کنید. اگر قبول داری که مماتت و حیاتت باید نقل بشه، اگر قبول نداری باید هیچ وقت نقل نشه. خب باید ببینیم چرا در حیاتت جناب آقای فضل ابن شاذان اجازه ندادی نقل بشه. ظاهرش همینه که جامعه طوری بوده است که فضل ابن شاذان جرأت نمی کرده. اینم از این اولا. این ثانیا. ثالثا بزرگان تضعیف کردن محمد ابن سنان رو قبول. بفرمایید ببینم اون آقایونی که روبروی اینها ایستادن و محمد ابن سنان رو توصیف کردن اینا بزرگان نیستن؟ اینا متبحرین علم رجال نیستن؟ آیا بزرگانی چون ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول، احمد ابن هلال که احمد ابن هلیل الکرخی و محقق کرکی مجلسی اول، شیخ حر مجلسی ثانی، اینا از بزرگان نیستن؟ اینا محدث نبودن؟ اینا افرادی نبودن که در حدیث معتبر بودن؟ خب اینا هم قائل شدن محمد ابن سنان ثقه است. ما در صورتی میتوانیم تضعیف آقایون رو قبول کنیم که در مقابل اینها کسی نیاد بگه که محمد ابن سنان ثقه است. علاوه بر اون طبق مدارک موجود شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی از کلامشون فهمیده می شود که محمد ابن سنان رو مدح کردن و همچنین صاحب خلاصة الاقوال مرحوم علامه هلی هم در جای دیگری از این کتاب محمد ابن سنان رو توصیح کرده که به آنها اشاره خواهیم کرد. این ثالثاً. و رابعاً اگر محمد ابن سنان آدم قوی نبود و توثیق نداشت این اجلا فحول از محدثین ازش روایت نقل نمی کردن. شما ببینید چه کسانی از محمد ابن سنان روایت نقل کردن. شخصیتی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی، ایوب ابن نوح، حسن ابن سعید، حسن ابن علی ابن یقطین، حسین ابن سعید، صفوان ابن یحیی، عباس ابن معروف، عبدالرحمن ابن ابی نجران، عبدالله ابن سلف، فضل ابن شاذان، محمد ابن اسماعیل بن وزیع، محمد حسین ابن ابی الخطاب، محمد ابن عبدالجبار، موسی ابن قاسم، یعقوب ابن یزید، یونس ابن عبدالرحمن و از راویان مشهور ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن خالد، حسن ابن حسین اللؤلؤی، حسن ابن علی ابن فضال، شاذان ابن خلیل، علی ابن اسباط، علی ابن حکم، محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن خالد برقی، محمد ابن عیسی بن عبید. تمام اینها، تمام این بزرگواران فحول از محدثین آمدن از محمد ابن سنان روایت نقل کردن. بعد یه جمله باقی میمونه. شما اگر به روایاتی که مورد استناد قرار دادید و صفوان ابن یحیی لعن شده با محمد ابن سنان، اسماعیل ابن وزیع گفت ان ابا جعفر علیه السلام کان لعن صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان، این روایات رو نمیتوانید استناد بکنید برای تضعیف محمد ابن سنان. میدونید چرا؟ چون صفوان ابن یحیی در کنار محمد ابن سنان هست. امام میگه رضیت عنهما، صفوان ابن یحیی هست. امام لعن کرده، در کنار هم هستن.
شما اگه بخواید محمد ابن سنان رو به استناد این روایات تضعیف کنید، باید هر دو رو تضعیف کنید، هم صفوان ابن یحیی هم محمد ابن سنان رو. چرا؟ چون صفوان ابن یحیی توثیق شده و لذا نمیتوانیم ما به این روایت تمسک کنیم فقط محمد ابن سنان رو نسبت به تضعیف این روایات رو اخذ کنیم، صفوان ابن یحیی رو نادیده بگیریم. و علاوه بر این اجلاء از محدثین از محمد ابن سنان روایت نقل کردن و کسانی که استناد بهشون شده که تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، ابن غدائری رو باید خارج کنیم. فضل ابن شازان هم قرائن وجود دارد که زمان ملتهب بوده و الا نمی گفت بعد از مرگ من روایات محمد ابن سنان رو نقل بکنید. و میماند قول علمای دیگر که انشاءالله در جلسه بعد برای اتمام این بحث و نتیجه گیری باید قول علمای سابق و معاصر رو که میتوانیم مورد نقاش قرار بدیم ذکر خواهم کرد و انشاءالله نتیجه اصلیش با شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.